برای رسم این شکل مطابق فیلم قبلی از نمای روبرو کمک میگیریم. پس میام روی وجه فرانت کلیک میکنم و دستگاه مختصر رو این نمای ویو قرار میدم. کلیک. خب حالا طبق ابعاد موجود در شکل کتاب من میام 3 تا دایره رسم میکنم هم مرکز. پس دایره اول مثلا اینجا کلیک میکنم، شعاعش 10 تا 10 انتر. میبینید دایره محو شد. من یه ذره باید زوم کنم دایره رو ببینم. اینجاست. دوباره دایره هم مرکز با این میام رو محیط، نزدیک محیط قرار میگیرم، مرکز رو مشخص میکنه. دایره بعدی شعاع 15 تا انتر میزنم دایره اجرا بشه. دایره بعدی شعاع 20 تا. دستور خط رو اجرا میکنم. کوادرنت این بالا رو به کوادرنت این پایین وصل میکنم. اسکیپ. دوباره دستور خط، کوادرنت به کوادرنت. حالا میام یه ذره شکل رو به کمک شیفت و اسکرول موس میچرخونم به این شکل. باید بیام بعد بدم و برای این کار از دستور پرس پول استفاده میکنم. پرس پول این ناحیه کلیک. چقدر؟ 5 انتر. این ناحیه چقدر؟ 10 انتر. این ناحیه 15 انتر و این ناحیه 20 انتر. خب اسکیپ میزنم. اگه نگاه کنید شکل‌ها از هم مستقل و جدا از هم. من میخوام یه پارچه بشه. پس میام دستور یونیون رو انتخاب میکنم، کل شکل رو انتخاب و انتر. به این ترتیب یه پارچه میشه شکل من و این خطایی که این بالا داشت و خطای طلاقی که به خاطر جدا بودن شکل ایجاد شده بود از بین میره.